همه میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم رفیع القلم عن الثلاث گفتگی هستند، قلم از سه طایفه برداشته شده است: از آدمی خواب تا بیدار نشود، از دیوانه تا اینکه به خود آید، و عن الصبی حتی یحتلم، و از کودک تا اینکه به بلاغت برسد. و کودکان در به بلاغت رسیدن متفاوت هستند، یعنی خیلی فرق میکنند. بعضی دخترچه ها در 14 سالگی به بلاغت میرسند، بعضیشون در 15 سالگی، بعضیشون حتی در 11 سالگی حیض میبینند که از حیض و از شکل دخترچه که به زن مانند می شود، قدش بلند می شود، جسمش به زن ها مانند می شود، نورس هست میگوییم، او به بلاغت می رسد. پسرچه ها هم عیناً همین گونه، بعضیشون 14 ساله، بعضیشون 15 ساله، بعضیشون 13 ساله، در هر سن و سال بعضیشون حتی 11 ساله به بلاغت می رسد و در همین وقت برایشان فرض می شود. اما تو دخترچه حیض دیدنش، او نباید روزه بگیرد، نباید نماز بخواند، یا پسرچه تو مثلا بعضی بسیار پسرچه ها در 13-14 سالگی به بلاغت میرسند، تو این وقت وای نباید سجده کند به الله، نمازش بخواند، روزه بگیرد. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن علموا اولادکم الصلاه و هم ابناء السبع. 7 ساله شد وقتی فرزندانتان نماز رو یاد بدهید. و دیگر فریضه ها رو هم به این قیاس میکنیم، روزه گرفتن رو و مثلا به دخترچه سطر کردن رو از 7 سالگی یاد گیرد، یعنی فرض نیست اما یاد گیرد. البته اگر کودک شما قوتش نمی رسد، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، کودک شما میدونید، هر مادر میدوند کودک خودش رو که سلامتیش چگونه است. بعضی کودک ها هستن از پا می افتند، سخن کردن نمی توانند، سرشون رو برداشته نمی توانند اگر مدتی طولانی گرسنه بمانند. در این وقت فقط از 7 سالگی یاد بدید که تو مثلا از پگاهی تا ساعتی یک چیزی نمیخوری، صیام متقطع میگن، روزه یعنی پارچه پارچه، بعد از این تا بگاه، یعنی فقط یاد دهید تا نصف روز، تا نصف روز. اگر گفتید که این تماما نمیتواند، یعنی حداقل در رمضان یک مدت گرسنه بودن رو یاد دهید. اما کودکانی هستند که ماشاءالله از 8 ساله، 9 ساله سلامتیشون هم خوب است و برعکس خیلی هوسمند هستند برای روزگیری و مادر هم میداند که این کودک با روزگیریش بیمار نمی شود. علل خصوص خیلی گفتم در یک زمانی هستیم که مصیبت فربگی در زن و مرد و در کودک هم هست. در این وقت کودک روزه گرفت، هم کودک صبر کردن را یاد میگیرد، هم دیگر برکت رمضان به عائله به همگان می آید و کودکتان مدتی دراز به گرسنگی و به قدر آب و نان و به قدر خوراک دستپخت مادر می رسد. یعنی به عموما اخلاق کودک خیلی روزه فایده دارد. از یک طرف ثواب برای پدر و مادر، از یک طرف برای کودک فایده دارد. برای همین اگر گفتید به کودکم روزه ضرر داد، من دیدم روزه گرفت و از پا افتید، حالش یعنی خیلی بد شد، در این وقت روزه نگیرد، برایش فرض نیست. اما گفتید نمیتواند، در این وقت روزه بگیرد. برعکس خیلی گفتم روزه به سلامتیش فایده دارد و صبر کردن را یاد میگیرد و از کودکی الکی به عبادت عادت میکند.